در نظر من بیخیالی یعنی چه؟ اجازه دهید تا با 3 جمله شما را به یافتن مفهوم آن راهنمایی کنم. جمله شماره 1: بیخیالی به هیچ وجه به معنای بی‌تفاوتی نیست، بلکه به این معناست که شما با متفاوت بودنتان راحت هستید. بی‌تفاوتی اصلا چیزی نیست که بخواهید فردی به آن مغرور شود. آدم‌های بی‌تفاوت تنبل، بزدل و سربار جامعه هستند. این افراد خودشان را یک تافته جدا بافته و منحصر به فرد تصور می‌کنند که مشکلات زیادی دارند و کسی آنها را درک نمی‌کند. اینها از دنیای پیرامون و خطرات و رنج‌هایی که در آن وجود دارد می‌ترسند. آنها در سیاه‌چاله تاریکی که برای خودشان درست کردند مخفی می‌شوند و با خودخواهی و حق به جانبی شروع به جمع کردن دلسوزی برای خودشان می‌کنند. در اینجا لازم است به شما این حقیقت را بگویم که چیزی به نام بیخیالی وجود ندارد، بلکه شما باید به یک سری از چیزهای اهمیت بدهید و به یک سری از چیزها هم اهمیت ندهید. وقتی که از مادرم سرقت